توی چند هفته اخیر دو تا مراجعه داشتیم که بزرگسال بودن و در اثر استفاده از قرص‌های لاغری دچار افسردگی شده بودن. شاید براتون سوال باشه که قرص‌های لاغری چجوری میتونن باعث افسردگی بشن. قرص‌های لاغری باعث میشن که هورمون‌ها در بدن تغییر بکنن. سطح سروتونین هورمون شادی رو کاهش میدن و خب منجر به غم و افسردگی میشن. از طرفی قرص‌های لاغری سیستم خواب رو به هم می‌ریزن. خیلی از مراجعینی که قرص لاغری استفاده میکنن میگن ما شبا نمیتونیم بخوابیم و خود همین عاملی برای خلق پایین و افسردگی در طول روز میتونه باشه. به علاوه این که فشار روانی که فرد در مورد لاغر شدن داره و اضطرابی رو که تحمل میکنه هنگام استفاده از قرص‌های لاغری، همین هم میتونه عاملی برای افسردگی فرد باشه. به خاطر همین سعی کنید برای لاغر شدن از روش‌های بهتر و معقول‌تری استفاده بکنید که دچار مشکلات خلقی نشید.